سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان همیشگی. ساناز هستم از صفحه زاناسترولوژی و این بار میخوام در ارتباط با تاثیرات ماه گرفتگی نشان خوشه که در 14 مارس درست یک روز قبل از حرکت راجع مریکوری در پیوند با ساترن اتفاق میفته براتون صحبت بکنم. همونطور که میدونین تقریبا ما حدوداً 18 ماه درگیر محور گرفتگی قوچ لیبرا بودیم و این انرژی دیگه خدا رو شکر داره به اتمام میرسه، هرچند که ما توی فروردین دوباره آخرین گرفتگی رو در محور نشان قوچ داریم تجربه میکنیم، ولی قبل از اینکه وارد این پروسه پایانی بشیم شاهد گرفتگی نشان خوشه هستیم. نشان خوشه نشان پاکسازی. نشان خوشه هر جایی که درگیر باشه یک چیزی داره پاک میشه و یک چیزی داره بکر میشه. نشان خوشه نشانیه که هر جایی که باشه الان در حال حاضر به خاطر که محور گرفتگی ها اونجا قرار گرفته و دروازه کار ما به این سمت باز شده، داره تمرکز ما رو از روش برمی‌داره. یک چیزی تو زندگی ما داره پاک میشه، یک چیزی تمرکز ما باید از روش برداشته بشه. بر همین هر جایی که این گرفتگی برای شما فعال بشه، جایی که شما باید تمرکز رو از روی اون مسئله بردارین و تعدیلش بکنین حداقل، یا اینکه کلا از زندگیتون حذفش بکنین. بر همین به خاطر اینکه این گرفتگی خیلی حائز اهمیت هستش و انرژیش در کل سال برای شما فعاله، خواستم که در ادامه در این ارتباط برای شما صحبت بکنم. خب میخوام در مورد کسایی صحبت کنم که ماه، خورشید و رایزینگ در نشان قوچ دارن. قوچ ها که کلا از لحاظ روحی به شدت تحت فشار قرار گرفتن و مسیری که کلا باید دنبال کنن مسیر معنویته. باید ایمانشون رو قوی بکنن، باید تمرکزشون روی معنویت، روی مدیتیشن، روی مراقبه و روی خلوت خودشون و روی روح خودشون باشه، چون روحشون در حال یک پاکسازی و جلا دادنه. قوچ ها مثل دوران انگار مثل یک جنینن، الان توی دوران جنینی قرار دارن. وقتی که سیاره ساترن میاد وارد نشان قوچ میشه، تازه انگار ورژن جدید ازشون خلق میشه و انگار متولد میشن. فعلا انگار توی کیسه آبن، انگار توی دوران جنینی هستن، همه چیز انگار دورشون داره حصار میکشه. حالا جایی که داره تمرکز برمی‌داره حوزه شغله. الان گرفتگی در حوزه شغل و حوزه سلامت قوچ ها داره فعال میشه متولد فروردین. برای همین اگر که شما اگر شاغل هستی و تمام تمرکز شما روی حوزه شغلتونه، الان میگه زمان استراحت، تمرکزت از روی شغل بردار. اگر بر نداری و اگر افراط و تفریط های شغلی کرده باشی، اگر همه تمرکز شما روی حوزه شغل باشه، با نیروی قاهر کائنات شما رو میخواد که از این حوزه دور بکنه. برای همین قبل از اینکه کائنات بخواد روی شما فشار بیاره، سعی کنید که تعادل ایجاد کنید. سعی کنید که تمرکزتون رو یکم از روی حوزه شغل بردارید، بیاد و برید به درون، به معنویت توجه کنید، به مسائل معنوی توجه کنید، به صدای روحتون مدیتیشن کنید، مراقبه کنید. و اگر که یک سری مشکلات سلامتی داشتید که بهش توجه نکردید، خب این گرفتگی میتونه مشکلات سلامتی شما رو بیاره بالا، مخصوصا در سیستم روده و سیستم گوارش شما و هر چیز دیگه. برای همین جایی که داره پاکسازی میشه حوزه جسم شماست و جایی که داره پاکسازی میشه برای افراد شاغل حوزه شغلشونه. حتی روزمرگی های شما، یعنی مثلا شما ممکنه یه سری عادات غذایی اشتباه دارید، عادات روزمره اشتباه دارید، مثلا شب تا صبح بیدارید، غذاهای خیلی تند و تیز میخورید، فست فود میخورید. الان دیگه نمیتونید اون روال رو ادامه بدید. پاکسازی میکنه با یک مشکل معده، با یک مشکل سلامتی که دکتر مثلا تجویز برای شما میکنه که آقا مثلا 3 ماه گوشت نخور، 3 ماه این کارو انجام نده. برای همین نگذارین که با جبر باشه. خودتون به عادات و به رژیم غذاییتون توجه کنین و عرضم به خدمتتون پاکسازیشو انجام بدید و حتی پاکسازی خونه رو انجام بدید مرتبا. از مریم گلی استفاده بکنید، خونه رو پاکسازی بکنید، روتین زندگیتون رو تغییر بدین، تمرکزتون رو از روی حالا مسائل شغلی بردارید، سعی کنید تو خونه مدیتیشن، مراقبه کنید، موسیقی گوش بدین، تو طبیعت برین. و حتی باز چیز دیگه که داره تمرکز رو برمی‌داره، میگه درگیر دیتیل و جزئیات نباش، درگیر روزمرگی‌ها و اینکه حالا کی چی کار کرد و دقت بکنید روی روزمرگی‌ها و روی جزئیات نباش. یعنی داره کلا شما رو میکشونه به سمت معنویت. کسایی که ماه، خورشید و رایزی در نشان تارس دارن، متولدین اردیبهشت، این پاکسازی داره در حوزه مسائل مربوط به فرزند برای شما اتفاق میفته. اگر قصد بچه دار شدن دارید، ممکنه که یک دیلی، یک مکسی ایجاد بشه و زمان شاید بارداری نباشه و از شما میخواد که تمرکزتون رو شاید از روی این مسئله بردارید. اگه قصد بارداری دارید و باروری دارید، اگه خانم هستید، و اگر فرزند دارین و جزو مادرانی هستین که تمام تمرکز شما، تمام هم و غم شماست که بچه شما چی میخوره، بچه شما چی یاد میگیره، این کلاس اون کلاس، میگه تمرکزت رو از روی بچه بردار. و الا دوباره اینجا هم دوباره به صورت جبری کائنات ممکنه که کارهایی انجام بده، تصمیمات برای شما گرفته بشه که شما مجبور بشه که تمرکزت رو از روی بچه برداری. حتی اگه کسایی هستین که جزء حالا در حوزه روابطتون با همسر به مشکل خوردید، ممکنه سر فرزند هم به مشکل بخورید، حتی از فرزند خودتون هم ممکنه که دور بشید.
و تمرکزتون رو باید روی فرزند بردارید و عرضم به خدمتتون اگر که مجرد هستید یا اگر متأهل هستید درگیر عشق ممنوعه شدین، این عشق برای شما داره کات میکنه و عشق‌های کارمایی دارن از زندگی شما حذف میشه. حالا چه مجرد باشین چه متأهلی که وارد رابطه ممنوعه شده، عشق‌های کارمایی داره برای شما حذف میشه. جایی که باید تمرکزت رو برداری از روی حوزه عشق و روابط عاشقانه است. بر همین حواستون باشه زیاد تمرکز رو بچه نداشته باشین، بچه‌هاتون رو رها کنین، بذارین به حال خودشون باشن و سعی کنین بذارین خودشون رشد بکنن، سعی کنین خودشون اجازه بدین که اونا برای زندگی خودشون تصمیم گیری بکنن. اگر که تمرکز شما روی حوزه روابط عاشقانه است و به یک رابطه عاشقانه چسبیدی، الان کائنات حذفش میکنه، داره پاکسازی میکنه. حوزه روابط عاشقانه شما داره پاکسازی میشه، برای همین نمیتونین روی حوزه بیش از حد تمرکز بکنین و چه بخواین چه نخواین عشقای کارمایی از زندگی شما داره حذف میشه و حتی شاید در طول سال آینده ممکنه حتی نتونین وارد رابطه عاشقانه خیلی نرمالی بشین. وارد هر رابطه‌ای بشین ممکنه حذف باشه، کارمایی باشه که حذف، به خاطر که دروازه کارما باز شده. وقتی که دروازه کارما باز بشه، عشق‌های کارمایی ممکنه وارد زندگیتون بشه، عشقی که از زندگی گذشته با اونها درس و تست دارید. اگر تو زمینه‌های مثل بورس و کریپتو فعالیت دارید، باید مراقب باشید، چون مطلقاً زمان کارهای پر ریسک برای شما نیست و فعالانی که حالا توی زمینه‌های بورس و کریپتو هستن باید مراقب باشن، دست به اعصاب باشید، چون جایی که داره برای شما پاکسازی میشه و میتونه ضرر ایجاد بشه در حوزه بورس و کریپتو هستش. کسایی که خورشید، ماه یا رایزین در نشان جمینای یا دوقلو دارن، متولدین خرداد و کسایی که حالا رایزین یا ماه اینجا دارن، جایی که باید تمرکز رو بردارن از روی خانواده‌شونه. اگر که جزو حالا افرادی هستین که مثلا متأهلین ولی تمام دغدغتون خانواده هست، میگه تمرکزت از روی خانواده بردار، ولی خود کائنات باعث دوری بین شما و خانواده ممکنه بشه. حتی ممکنه بین شما و مادر چالش ایجاد بشه، بین شما و پدر چالش ایجاد بشه، حتی ممکنه طلاق و جدایی پدر و مادر رو تجربه کنین. حتی خب برای یک سری از افراد که اگر مثلا حالا سن پدر مادر بالا باشه، ممکنه همراه با فوت و از دست دادن پدر مادر باشه. خب یه واقعیتی که نمیشه ازش قرار کرد، بعد آمادگی هر چیزی هر کسی داشته باشه. جایی که داره پاکسازی میشه تو حوزه خانواده است. برای همین تمرکزتون از روی خانواده بردارید، زیاد دغدغه خانواده رو نداشته باشید و همچنین از شما میخواد که اگر که جزء افرادی هستید که مثلا خونه نشینه، داره تو خونه کار میکنه، شما از محیط خونه داره دور میکنه، میگه سعی کن بیرون خونه باشی، اکتیو باشی و زیاد دغدغه خونه رو خانواده رو نداشته باشی. اگه مردی هستین که مثل یک زن توی خونه همش میخواد ببینه که حالا همسر چیکار میکنه و میخواد کنترلش رو روی مسائل خانوادگی بذاره، میگین تمرکز رو بردارید. این ممکنه حتی برای یه عده زمان فروش خونه باشه، ممکنه زمین و ملکی بخواد فروش بره، تمرکزتون روی فروش زمین و ملک بخواد باشه و اگر میخواین بخرید نمیشه، اتفاق نمیفته، چون داره پاکسازی میشه. تو دوره هستین که داره این مسئله زمین و ملک برای شما پاکسازی میشه و ممکنه زمان خیلی خوبی برای خرید خونه نباشه، حتی ممکنه باعث جابجایی خونه بشه اگر مستاجر باشین، ولی برای فروش خوبه. و اگر کارما داشته باشین تو چارت تولدتون، حالا تو مشاورهایی که با بنده داشتین، مراقب باشید، چون اینجا ممکنه که حتی کلاهبرداری بشه، زمین و ملکی به شما مثلا فروخته بشه که ببینید مثلا ضرر کردیم. پس تو حوزه مسائل مربوط به زمین و ملک باید مراقب باشید. ازتون خواهش میکنم که صفحه زاناسترولوژی رو در شبکه‌های یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و تلگرام دنبال بکنید و بنده رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگر که خورشید، ماه یا رایزی شما در نشان خرچنگ دارید، تمرکزتون از جایی که باید برداشته بشه روی مسائل مربوط به خواهر و برادرتونه، مسائل مربوط به فامیل، حرف و نقل، فضای مجازیه و مسائل مرتبط با خودروه. این گرفتگی داره در جایی برای شما اتفاق میفته که میتونه آسیب‌هایی در ناحیه خودرو برای شما ایجاد بکنه. بر همین حوالی این تایم اصلا توصیه نمی‌کنم برای اینکه برای سفر برنامه‌ریزی بکنید و اگر که قصد اینو دارید که حتی معامله‌ای بکنید، مطلقاً زمان معاملات نیست، چون باز هم این تو حوزه معاملات افتاده و اگر تو چارت تولدتون کارمایی در حوزه معاملات داشته باشید، حتی اینجا میتونه باعث این بشه که شما در حوزه معاملات به مشکل بخورید. از لحاظ ذهنی که آشفتگی ذهنی براتون میتونه ایجاد بکنه، حرفا و نقدهایی ممکنه شما رو به هم بریزونه. حالا چی میگه به شما این گرفتگی؟ میگه تمرکزت از رو فامیل بردار. تمرکزت اگه مثلا خیلی درگیر خواهر برادر هستی، تمرکزت از خواهر برادر بردار. اگر تمرکزت خیلی روی مسائل مربوط به حالا فضای مجازی، میگه یکم سعی کن که از فضای مجازی فاصله بگیری، خودتو دور بکنی. اگر که حالا تو زمینه‌های مثل حوزه خودرو دارید فعالیت میکنید، مراقب باشید، چون ممکنه ضرر در ناحیه خودرو، آسیب در ناحیه خودرو برای شما ایجاد بشه. میخواین آزمونی شرکت بکنید، خب یکم ممکنه شما رو حتی به چالش بکشونه و دوره‌ای که بیشتر از شما میخواد که به جای اینکه درگیر حالا مسائل مربوط به فامیل و حرف و نقل و اینها باشید، تمرکزتون رو ببرین روی تعالی روحتون.
اهداف بلند مدت تری رو دنبال بکنین، معنوی تر باشین تا درگیر این باشین که بگین مثلا حالا خاله چی گفت، دختر خاله چی گفت و خودتون درگیر این قبیل مسائل بکنین. در حوزه خودرو یکم بعد مراقب باشین، در حوزه معاملاتتون بعد مراقب باشین. اگر میخواین آزمونی هم شرکت بکنین یکم خب زمانش یکم پرچالشه و ممکنه نتیجه خوبی برای شما نداشته باشه و بعد اجازه بدین که از این گرفتگی یکم فاصله بگیرید. کسایی که ماه، خورشید یا رایزین در نشان لیو دارن، لیوها توی دوره کارمای مالی قرار گرفته و یه چرخه بلند مدته که تقریبا میتونه حتی از 1 سال هم فراتر بره تا 1 سال و نیم درگیرتون بکنه تا زمانی که این محور برقراره. میگه حواست باشه که چه جوری داره پولتو مدیریت میکنی. ممکنه خیلی ولخرج بشین یا هزینه هاتون زیاد بشه یا ولخرج میشین، یا اگر که حالا جزء فعالان اقتصادی هستید ممکنه که در حوزه مسائل مالیتون به چالش کشیده بشه. ممکنه برای یک عده که کارمای مالی دارن ورشکستگی باشه، چالش‌های مالی شدید باشه. برای همین دروازه کارما به سمت مسائل مالی شما باز شده و اگر شما مثلا ممکن اصلا چارت تولد انجام ندادید ولی نمیدونید که مثلا کارمای مالی دارید یا ندارید. برای همین چون حالا ازش آگاه نیستید به هر حال ولی باید محتاط باشید، چون توی چرخه قرار گرفتین که اگر کارمای مالی از زندگی گذشته دارید یا حتی در طول مثلا سالیان گذشته آسیب مالی به کسی زده باشید و اخلاقیات رو در حوزه مسائل مالی رعایت نکرده باشید، حق کسی رو پایمال کرده باشید و پولی به ناحق وارد زندگی شما شده باشه و احساس زرنگی هم بهتون دست داده باشه که طرف نفهمید و من چه سودی کردم، تک به تک این پول‌ها از زندگی شما حذف میشه. حتی میتونه هزینه بر سلامت بشه، مشکلات سلامتی ایجاد بکنه و عرضم به خدمت شما دیگه بعد مراقب مسائل مالیتون باشین، چون حوزه مسائل مالیتون ناپایداره. و اینکه یه جورایی میگه زیاد دغدغه کسب پول و اینکه حالا بجنگی برای این پول نداشته باش، چون داره تمرکز رو برمی‌داره دیگه. میگه خیلی تمرکز روی اینکه حالا خودت داری کسب درآمد می‌کنی پول در میاری نباشه. شاید بهتره که از وام استفاده کنی، شاید بهتر باشه که از پول‌های دیگران استفاده بکنی و حتی ممکنه شرایطی ایجاد بشه که شما بیکار بشی، مجبور بشی مثلا از پول همسر استفاده کنی، مجبور بشی از پدر پول قرض بگیری. بر همین مراقب تصمیم گیری های مالیتون کاملا باشید. هم افزایش هزینه هاست، از دست دادن پول، ضررهای مالیه. یه دفعه مثلا میان یه ارزی رو مثلا خرید میکنی ارز دیجیتال، یه دفعه مثلا میبینید کلاهبرداری، میایین تو صندوق طلا سرمایه‌گذاری میکنی، یه دفعه صندوق طلا به مشکل میخوره. خیلی خیلی باید در استفاده از پولتون، مدیریت پولتون باید مراقب باشین. سبد دارایی باید داشته باشین، طمع نکنین، ریسک نکنین، کل داراییتون رو روی حوزه متمرکز نکنید، چون احتمال از دست دادن مال برای شما خیلی زیاده. کسایی که ماه، خورشید، رایزین در نشان خوشه دارن، این گرفتگی توی خود شما داره اتفاق میفته و داره یه جوری پاکسازی در روح و جسم شما همزمان انگار اتفاق میفته و از شما میخواد که تمرکزتون رو از روی اینکه من چی میخوام بردارید و یه جوری داره انگار که یک پاکسازی جسمی و ذهنی در شما اتفاق میفته. خیلی ها ممکنه خیلی درگیر جزئیات، دیتیل، نمیدونم، حالا خیلی موقع ممکن خود محور باشی، فقط اهداف خودتون رو دنبال بکنی. حالا میگه تمرکز از روی خودت بردار و جسم شما داره مورد پاکسازی قرار میگیره. برای همین میتونه همراه با چالش‌های رابطه‌ای باشه. در روابط زناشویی، روابط احساسی به چالش کشیده بشین در طول سال پیش رو. همین که ممکنه که برون‌ریزی‌های به صورت مشکلات سلامتی، مشکلات روده، مشکل گوارش، هر مشکلی که دارید به صورت برون‌ریزی میتونه خودش رو نشون بده. چرا؟ چون جسم شما در حال پاکسازیه و این گرفتگی در خود شما داره اتفاق میفته. بعد مراقب سلامتیتون باشین. روز گرفتگی، چند روز قبلش، حتی بین دو تا گرفتگی آب زیاد بنوشید، مراقب تغذیه باشین، با کسی بحث نکنین، جراحی نکنین، کار زیبایی انجام ندین و اجازه بدین که این دو تا گرفتگی بگذره. بعد اگر خواستین تصمیم مهمی بگیرین، حتی مطلقاً زمان خوبی برای ازدواج و تصمیم گیری های رابطه‌ای هم براتون نیست. هم ونوس راجع شده تو ازدواج شما، هم ساترن اینجا نشسته، همین که مریکوری داره اینجا راجع میشه. برای همین اگر قصد ازدواج و تصمیمات رابطه‌ای دارید باید صبور باشید. کسایی که ماه، خورشید، رایزینگ در نشان لیبرا دارن، متولدین مهر، جای خوب برای شما نیست. شما درگیر یک سیاه‌چاله‌ای از انرژی خواهید شد. از لحاظ روحی ممکنه به شدت درگیر بشید، ممکنه تمام خاطراتتون بیاد بالا و دروازه کارما یه جوری به سمت زندگی‌های گذشته، خاطرات گذشته باز شده. به شما میتونه دشمنان پنهان بده، یعنی حتی این دروازه‌ای که برای شما باز شده ممکن شما اصلا آگاه نباشین ولی کسی بخواد با شما دشمنی بکنه، پنهان کاری بکنه برای شما. ممکنه درگیر بیمارستان رفتن، چه برای خودتون بشید چه برای دیگران. کسی ممکنه بیمار باشه که شما بخواید عیادتش برید که میتونه در کل سال شما رو درگیر بکنه. اگر مشکلات روحی دارید مراقب باشین، چون اگر افسردگی داشته باشید این گرفتگی به شدت شما رو میتونه توی خودش بکشه دوباره. دقیقاً مثل یک سیاه‌چاله انرژی. و اینکه
ارزم به خدمت شما که ریسک نکنین، طمع نکنین، میتونه بدهی ایجاد بکنه. فعالیت‌های سیاسی انجام ندین، میتونه زندانی رفتن و حبس برای شما ایجاد بکنه. اختلال خواب میتونه برای شما ایجاد بکنه و شما رو میکشونه یه جوری به سمت هر چیزی که شاید حالا یه تم روحی و روانی داره. برای همین نباید این ارتعاش پایینه دیگه، این نباید درگیر این مسئله خودتون بکنید. برای اینکه درگیر این مسئله نشید، تا جایی که میتونید بعد ورزش بکنید، به خودتون رسیدگی بکنید و تا جایی که میتونید 2 تا کار خیلی توی 1 سال انجام بدید. یکی به حیوانات خیلی کمک بکنید، خیلی زیاد، صدقه به حیوانات، به پناهگاه‌ها، غذا رسانی به حیوانات. حتی ممکنه یه حیوانی هم یک دفعه سر و کله‌اش تو زندگی شما پیدا بشه که مثلا با عشق ازش نگهداری کنین و مثلا حتی حمایتش بکنین. نمیگم برین حیوان بخرید، حیوان حمایت بکنید، به سرپرستی بگیرید و همچنین به آزاد کردن زندانیان کمک بکنید و همچنین ارزم به خدمت شما که به افراد بیماری که سر راهتون قرار میگیرن، حالا چه تو خانواده، چه آدم‌هایی که مثلا میگن فلانی بیماره داریم براش کمک جمع می‌کنیم، کمک بکنید. اینها کمک می‌کنه که این انرژی برای شما تعدیل بشه. اگر خودتون رو مشغول کردید، ورزش کردین، کار کردید، اکتیو بودین، اصلا این انرژی رو احساسش نمی‌کنید. اما اگر بی‌هویت بودین، نمی‌دونید چی می‌خواید از زندگی، برنامه‌ریزی برای زندگی ندارید، ورزش نمی‌کنید، به خودتون رسیدگی نمی‌کنید، درگیر این سیاه‌چاله انرژی ممکنه بشید و یکی از سنگین‌ترین انرژی‌هاست که از لحاظ روحی داره پاکسازی در شما اتفاق می‌افته. و این پاکسازی روحی خب برای خیلی‌ها میتونه سنگین باشه، همراه با افسردگی باشه، همراه با از دست دادنی باشه، همراه با حتی چیزی ممکنه گم بکنید، حتی فرصتی ممکنه از دست بره. برای همین سعی کنید که لول ارتعاش خودتون رو بالا ببرید، همسو بشین با انرژی 2 ماهی که ازتون میخواد که تا جایی که میتونید به زندگیتون نظم بدین، مشغول باشین، کارهای خیر انجام بدین و به آدم‌ها خدمت کنین، به حیوانات خدمت کنین، صدقه بدین. این باعث میشه که این انرژی اصلا روی شما تاثیرات منفی نگذاره و خیلی راحت از این انرژی 1 ساله که حتی میتونه به 1 سال و نیم باشه، حتی میتونه به جولای سال 2026 هم کشیده بشه، بتونید خیلی راحت ازش عبور کنید. برای کسایی که ماه خورشید رایزین در نشان عقرب دارن، این تعامل و این حالا گرفتگی که در نشان خوشه داره اتفاق میفته، داره تمرکز شما رو از روی مسائل مربوط به دوستانتون برمی‌داره. اگر مجرد هستین و رفیق باز هستین، داره یک پاکسازی در حوزه دوست و مسائل مربوط به رفقای شما، گروه‌های اجتماعی شما داره ایجاد میکنه و حتی میتونه سری تاثیراتی روی درآمد شما همچنان بگذاره. یعنی مثلا درآمد شما خوبه ولی ممکنه خیلی دفعه از دست بدین، هزینه‌هاتون رو میتونه زیاد بکنه. ازتون میخواد که زیاد تمرکز روی دوست نکنید، رفیق بازی نکنید. اگر که توی کارهای سیاسی مثلا مشغول هستید، مراقب باشین، چون خیلی راحت میتونه شما رو به چالش بکشونه. حتی ممکنه مثلا توی گروهی یا توی ارگانی دارید کار میکنین که یک دفعه مثلا تعدیل نیرو میکنه، ممکنه از اون نیرو بیاین بیرون، از اون ارگان بیاین بیرون. ممکنه که مثلا شما توی کار تیم گروهی هستین، توی کار صنفی هستین، یک دفعه اخراج بشین یا حتی خودتون از اون کار بخواید بیاین بیرون. جایی که داره پاکسازی میشه اون حوزه است. و یک تم دیگه هم سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت که یکم بعد مراقب سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و درآمد ناشی از کارتون هم بعد باشین، چون این گرفتگی داره یک سری تاثیرات روی درآمد ناشی از کارتون میگذاره، روی دوستانتون میذاره و روی حلقه اجتماعیتون. و اگر دوستان کارمایی داشته باشید، آدم‌هایی که کارمایی هستن، تو این چرخه 1 سال 1 سال و نیمه میتونن از زندگی شما کاملا حذف بشن. و اگر درآمدی که شما دارید یا منبع درآمدی شما مثلا برای شما خوب نباشه، هم ارتعاش با شما نباشه، ممکنه که حتی مسیر مالی شما و شغل شما هم حتی تغییر بکنه و مسیر مالی جدیدی بخواد برای شما آغاز بشه. بر همین حتی اگر قصد سرمایه‌گذاری هم دارید در حالا پروژه‌های مالی هم یکم بعد مراقب باشید، چون فعلا میگه تمرکز روی سرمایه‌گذاری بلند مدت نکن. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شورت تایم اوکیه، یه چیزی بخرین سری مثلا 1 ماه بعد 2 ماه بعد بفروشید. اما اگه میخواین سرمایه‌گذاری مثلا چند ساله انجام بدین، یکم ممکنه الان به چالش شما رو بکشونه و سود خوبی عایدتون نشه. اگر که خواهر و برادر بزرگتری هم دارید که خیلی مثلا ممکنه چالش سلامتی داشته باشه، ممکنه که این گرفتگی کم چالش سلامتی برای خواهر و برادر بزرگتر شما هم ایجاد بکنه و یه جورایی یا حتی مثلا با خواهر و برادر بزرگتر هم به چالش کشیده بشه یا مسائل اونها ممکنه خیلی دغدغه شما بشه که یه جورایی باز میگه دغدغه‌تو بردار از اونها، زیاد متمرکز روی اونها نشو. و ولی خب اگر که حالا خواهر برادر بزرگتر دارید یا دوستانی دارید که مثلا خیلی حالا باهاشون چالش دارید، این گرفتگی داره در این حوزه برای شما پاکسازی رو انجام میده. کسایی که ماه خورشید رایزین در نشان کماندار دارن یا کسایی که حالا متولد آبان هستن یا رایزین که کماندار هستن،
یا حتی استلیوم سیارات در نشان کماندار دارن، این گرفتگی داره در حوزه شغلشون پاکسازی انجام میده. زمان استارت شغل فعلا برای شما نیست. حوزه شغل، حوزه بیزینس شما در حال پاکسازی و اگر که خیلی دارید تمام تمرکز شما، اگه شاغلین، تمام تمرکز روی حوزه شغل و ارزم به خدمتتون افراط و تفریط‌های شغلی دارید میکنین، صبح میرید شب میاد، کاملا یک دفعه اتفاقی میفته که مسیر شغل شما بلاک میشه. تعدیل نیرو ممکنه بشه، در حوزه شغل ممکنه به مشکل بخورید. و یک انرژی دیگه که میتونه فعال بشه، یه سری چالش‌هایی میتونه در ارتباط با پدر یا با پدر یا برای پدر ایجاد بکنه. یعنی مثلا ممکنه که خب پدر مشکلات سلامتی براشون ایجاد بشه، رابطه با پدر اگه کارمایی باشه اینجا حتی داره تصفیه میشه و برای همین ممکنه چالش سلامتی پدر ایجاد بشه، یا حتی برای بعضی‌ها ممکنه که طلاق پدر مادر ایجاد بشه، برای بعضی‌ها ممکنه فوت پدر مادر ایجاد بشه و مسائل خانوادگی و اینهاست که داره یه جورایی حالا به مورد پاکسازی قرار میگیره. ولی خب اگر که قصد استارت شغل دارید، زمانش نیست. بیشتر زمان کارهایی که شما تو خونه انجام بدید، مثلا آنلاین شاپی داشته باشید، معاملاتی به صورت تلفنی انجام بدید، توی خونه بیشتر فعالیت بکنید. ببینید چه ایده هایی دارید توی خونه، چه فعالیتایی میتونید توی خونه انجام بدید، چه کاری میتونید به صورت مجازی انجام بدید. ولی اگه بخواید صبح برید شب برید و تمام تمرکز شما رو حوزه شغل باشه، زمان فعلا حالا اینکه مثلا متمرکز حوزه شغل بشید نیست و حوزه شغل شما هر چیزی هم که استارت بخوره کارماییه و میتونه خیلی زود هم متوقف بشه و حوزه شغل شما کلا در حال پاکسازی. از اینجا که عبور بکنی، که البته الان بیشتر کسایی امسال داره درگیر میکنه که درجات آخر نشان کماندار هستن، بره به سال 2026 بیشتر کسایی درگیر میکنه که درجات اول نشان کماندار هستن، مثلا یکم که آذر، نمیدونم ششم آذر. اما الان بیشتر اونایی که 27م 28م 29م 20 تو سال پیش رو بیشتر اینها 14ام 15ام اینها رو بیشتر داره درگیر میکنه در حوزه شغل و ازتون میخواد که زیاد تمرکزتون رو روی حوزه شغل نذارید، افراط و تفریط شغلی نکنید. استارت شغلی هم اگر میخواین بزنین، خب یه جورای زمانش نیست، چون حوزه شغل شما داره پاکسازی میشه. و اگر جای شاغل هستین و یک دفعه عزلتون کردن، بدونید اون شغله در ارتعاش شما نبوده و ایمان داشته باشید که کائنات هوشمندن و دارن یک مسیر رو پاک میکنن که مسیر جدیدی رو برای شما ایجاد بکنن. بر همین نچسبید و با ایمان قوی اونجا رو رها کنید و دنبال این باشین که دنبال کسب و کارهایی باشین که بیشتر شما رو توی خونه نگه داره تا به وقتشون شغلی که ایدئال شماست و در ارتعاش شماست، مسیرش به واسطه کائنات برای شما باز بشه. کسایی که ماه، خورشید و رایزین در نشان دی و کپریکورن دارن، دی ماهی ها و حالا کپریکورن ها، مسیری که داره براشون تمرکز رو بر میداره و میگه به اینجا تمرکز نکن، حوزه مهاجرت. حوزه مهاجرت شما داره به چالش کشیده بشه. برای همین هم بود که من خیلی اصرار میکردم برای کسایی که حالا قصد مهاجرت دارن، همیشه اصرار میکنم، میگم کسی قصد مهاجرت داره تا زمانی که از چارتش مطلع نشده، چه چارت تولد چه چارت مهاجرت، نباید اقدام بکنه. اگر مجرد هستین یا حتی حالا متأهل فرقی نمیکنه، دارید ادامه تحصیل میدید، ممکنه یک وقفه‌ای در تحصیلات شما ایجاد بشه، قصد مهاجرت دارید به نتیجه نمیرسه متاسفانه، و مخصوصا الان که فعلا درجات آخر کپریکورن داره درگیر میکنه و سال 2026 درجات ابتدایی کپریکورن. برای همین اگه قصد مهاجرت دارین، جایی که داره به وقفه بر میخوره و مانع داره برای شما ایجاد میکنه، در حوزه مهاجرت، در حوزه تحصیلات عالیه هستش. اعتقادها و باورهای شما هم داره زیر و رو میشه. ممکنه مثلا تو سالهای گذشته خیلی به یه سری چیزها معتقد بودین، اعتقادها و باورهای خاصی داشتین و متعصب بودین. حالا این گرفتگی میگه تعصباتتو کم رنگ کن، به چیزی نچسب، فکر نکن که عالم دهری، فکر نکن که فقط شما همه چی رو میدونی. سعی کن از اون خشکی و جدی بودن و متعصب بودن فراتر بری و چیزهای جدید یاد بگیری. ولی برای تحصیلات عالیه زمانش نیست، برای مهاجرت زمانش نیست و الان یک زمانی که شما این حوزه براتون به شدت به چالش کشیده میشه و داره پاکسازی میشه. بعد که این محور گرفتگی بسته شد، اون موقع مسیر برای شما به جریان میفته، هرچند که اینها کلیات شما بعد چارت تولدت بررسی بشه، چارت مهاجرتت بررسی بشه تا ببینیم که چه بازه‌هایی دقیقاً توی چارت خودتون برای شما بر اساس ساعت تولدتون براتون مشخص میشه. و حتی این گرفتگی میتونه برای دیمایی ها پتانسیل های طلاق و جدایی هم ایجاد بکنه. ولی ارزم به خدمت شما، اینم باز برمیگرده به اینکه توی چارت تولدتون چی داشته باشین، توی زندگی زناشویتون فعلا چی داره میگذره و این بحث طلاق و جدایی برای دیمایی ها هم متاسفانه داره فعال میشه. کسایی که ماه، خورشید یا رایزین در نشان آکواریوس دارن، جدای از اینکه شما میزبان سیاره پلوتو هستین بعد از 200 خورده سال، 250 246 سال، جدای از اینکه خب سیاره پلوتو داره در شما ترانزیت میکنه و ارزم به خدمت شما و حتی تغییر و تحولات شخصیتی و
هویتی داره در شما ایجاد میکنه، حتی رابطه‌ای. الان خب این گرفتگی هم جایی داره برای شما فعال میشه که مسائل مرتبط با روح و روان شماست. حوزه متافیزیک، حوزه علوم غریبه است و پولهای دیگران، ارث و میراث، پول همسره. اگه قصد جدایی دارید یا در مرحله طلاق هستید یا دارید مهریه میگیرید، نفقه میگیرید، ممکنه که تو این پولها به مشکل بخورید، یعنی این پولها وارد زندگیتون نشه چون داره بلاک میشه. یعنی اگر که مثلا شما دینهای کارمایی دارید از زندگی گذشته، طبق چارت تولدتون، خب یک سری از افراد هستن که مثلا تو زندگی گذشته اختلاس کردن، از پولهای دیگران سوء استفاده کردن. حالا داره این پاکسازی انجام میشه و با شما داره تصفیه حساب انجام میشه. بر همین نمیتونی رو پول همسرت اگر متأهل هستی تکیه بکنی. حتی ممکنه سر مسائل مالی با همسرت به مشکل بخورین اگر متأهل هستید. حتی ممکنه منابع درآمدی همسرتون دچار مشکل بشه. همسرتون هم بعد مراقب تصمیم گیری های مالیش باشه. با خانواده همسر ممکنه دچار چالش و بحران بشین و اگر رابطتون حتی با اونها کارمایی باشه، چالش های بین شما و خانواده همسر میتونه اتفاق بیفته. اگر قصد اینو دارید که حتی برید به سمت علوم غریبه، حوزه‌های متافیزیک رو یاد بگیرید، الان زمانش نیست. الان زمانیه که داره اینجا پاکسازی میشه و الان زمانی نیست که این آگاهی‌ها به شما داده بشه. برای همین به سمتش حرکت نکنید. اگر مجرد هستین، سکس بدون عشق انجام ندین، چون شما رو درگیر روابط کارمایی میکنه و حتی به خاطری که از طریق نیروی جنسی کارماها میتونه تبادل پیدا کنه، انرژی ها متبادل میشه. به نظر من بهتره که توی یک سال اگر که توی رابطه عمیقی نیستین و عشقی وجود نداره، وارد روابط جنسی نشین، چون حتی روابط جنسی کارمایی رو در طول سال پیش رو ممکنه تجربه بکنید. مطلقاً سمت حوزه طلسم و جادو نرید، چون به شدت شما رو گیر میندازه و اتفاقی که میفته یه سری ترس های شما از زندگی گذشته داره میاد بالا، چون انگار میخواد پاکسازی بشه، مشکلات روحیتون میاد بالا و حتی خیانت هایی که کسی به شما کرده میتونه آشکار بشه. چیزهایی که پنهان بوده برملا بشه. خودتون چیزی پنهان کردین رسوا میشه. هر چیزی که پنهانه، هر چیزی که مدفون شده، پنهان شده، میتونه برملا بشه، آشکار بشه. حتی برای یک عده میتونه مشکلاتی مثل جراحی یا مشکلات سلامتی هم که پنهانه برملا بشه. بر هم اگر مشکلات سلامتی دارید، چکاپ پزشکی هم انجام بدید. ولی عرضم به خدمت شما حواستون باشه توی دوره پیش رو شما نمیتونید اکتفا به پول دیگران بکنی. نمیتونید بگی همسرم داره من کار نکنم. نه، شما هم باید پا به پای همسرت کار بکنی، چون ممکنه یه اتفاقی بیفته که همسر از لحاظ مالی به مشکل بخوره. اگر مجرد هستی نمیتونی اکتفا بکنی که من از بابام پول میگیرم. باید خودت کار بکنی و توی دوره قرار گرفتی که جایی که داره برات بسته میشه مسیرش و جایی که تمرکزتو بعد برداری از پولهای دیگران. حتی وام گرفتن هم براتون خوب نیست. وام هم بگیری نتیجه خوب براتون شاید نداشته باشه، براتون بدهی ممکنه ایجاد بشه. پس این توصیه ها رو لطفاً جدی بگیرید و به این مسائلی که گفتم وارد نشید. کسایی که ماه، خورشید و رایزین در نشان 2 ماهی دارن که شما بنده خداها دیگه هم بی صدا و خیلی کلا آدم‌های مظلومی هستید و الان هم که متاسفانه خب میزبان سیارات زیادی هستید. سیاره ونوس، سیاره مریکوری که راجع میشن به نشان شما برمیگردن. محور گرفتگی ها داره در نشان شما اتفاق میفته. میزبان سیاره نپتون هستید در درجات آخر، مخصوصا اونها که درجات آخر نشان 2 ماهی هستن. میزبان سیاره ساترن هستید و حتی در حال حاضر سیاره خورشید اونجا قرار داره و گرفتگی داره در نشان شما اتفاق میفته و در نشان مقابل شما ماه در نشان خوشه داره قرار میگیره. و گرفتگی پیش رو خب اولا به خاطر استلیوم سیارات که همه جوره دارید به نظر من له میشین و واقعا داره یک تحولات خیلی عمیقی در لایه لایه روح شما، در سلول روح شما داره اتفاق میفته. روح شما شاید از زندگی‌های گذشته تا این لحظه شاید انقدر این تجربیات عمیق رو نداشته و این تحولات رو تجربه نکرده. روح شما داره پاکسازی میشه، جسم شما داره پاکسازی میشه، روابط شما داره پاکسازی میشه. برای همین بروزی‌های رابطه‌ای، بروزی‌های سلامتی ممکنه داشته باشید و چالشی که داره برای افرادی که حالا متأهل هستن ایجاد میکنه در حوزه مسائل زناشویی هستش. 2 ماهی ها در حوزه روابط زناشوییشون دارن به چالش کشیده میشن و توی دوره کارمایی دارید قرار میگیرین که اگر توی چارت تولدتون شما کارمایی داشته باشین در حوزه ازدواج، یا اگر که توی چارت تولدتون من بهتون اعلام کردم مثلا تا این سن نباید ازدواج کنین، زودتر از اون سن ازدواج کرده باشین، روابط شما در طول 1.5 سال پیش رو که حتی تا جولای سال 2026 ادامه داره، روابط شما کاملا ممکنه کات و پاکسازی بشه. برای همین در حوزه زندگی زناشویی خیلی مراقب باشین، چون تمرکز فعلا تمام کائنات روی شما داره ترانزیت میکنه، تمرکز روی خود شماست نه روی دیگری. برای همین روابط شما به چالش
چالش کشیده میشه. زندگی زناشوییتون میتونه کات بشه و اگر هم مجرد هستید و قصد ازدواج دارین که خب دیگه توصیه نمیکنم، به خاطر اینکه دروازه کارما به سمت روابط شما باز شده و روابط کارمایی داره وارد زندگیتون میشه. حتی اگر مجرد هستید و توی رابطه 2-3 ساله گیر کردین، نمیدونین ازدواج میشه نمیشه، خود کائنات به جبر اینو برای شما پاکسازی میکنه و اگر کسی از زندگی شما حذف شد اجازه بدین که بره. اگر هم که شاغل هستین و قصد کارهای شراکتی دارید مطلقاً توصیه نمیکنم و اگر هم که شریک دارید اینجا هم به چالش کشیده میشین با شریک کاریتون. پس مطلقاً تا جولای سال 2026 با کسی شریک نشید. تو حوزه ازدواجتون هم سعی کنید که محتاط باشین و اگر متأهل هستین متاسفانه توی دوره قرار گرفتین که عملاً مه و خورشید و فلک در کارن که انگار شما رو در زندگی زناشویی به چالش بکشونه. ساناز هستم من از صفحه زاناسولوژی و خیلی خوشحال میشم که بنده رو در صفحات تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید. بنده رو به دوستان خودتونم معرفی کنید. بهترین ها رو برای تک تک شما آرزو میکنم و امیدوارم که هر آنچه که در مسیر شما نیست از چرخه زندگی شما خارج بشه و امیدوارم که عشق، برکت، سلامتی به زندگی تک تک شما جاری بشه.